من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عرض کردیم که بحث شرک فعلی بود و تحت شرک فعلی عناوین مختلفی هست. عنوانهای چهارگانه را داشتیم، در درسهای گذشته خواندیم. منظورات الله یعنی نظر برای خدا، نظورات غیر الله، تحریمات الله و تحریمات غیر الله که تفصیل هر یک چند بار گذشته. اکنون در این آیه الله تعالی محرمات را بیان می فرماید و در این محرمات منظورات غیر الله هم هست. الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. ای مؤمنان، جز این نیست که خمر، شراب، این سومین آیه‌ای هست که در این آیه حرمت شراب صریح شد و علتش هم بیان شد. انما الخمر شراب والمیسر قمار والانصاب. انصاب جمع نصب هست. نصب نشانهای حضرت شاه ولی الله رحمه الله چی تعبیر کرده؟ نشانهای معبودان باطله. نشانهای معبودان باطله. وقتی که معبود باطل باشد، نشانی علائمی برای او باشد و علامتی که بیانگر اون هست. به عنوان مثال عرض کردم که لات را عبادت می کردند ابتداءً، بت لات، سنگی که اون نشسته بود بر اون سنگ و روی اون سنگ خدمت حجاج می کرد، یلط سویق را قاطی می کرد. لذا اون سنگ اکنون نشان چی بود؟ معبود باطل. یا یکی از اولیاء مثلا زیر درختی زندگی می کرده، الان اون درخت را پرستش کردن، قبر را پرستش کردن. نصب اینها را میگن. اونی که در واقع چی باشد؟ در واقع نشانی باشد و علامتی باشد. یکی از نصب مثلا صلیب هست. صلیب خب یکی از پیغمبرانی که زیاد او را مردم پرستش کردن و در رابطه با او دچار انحراف شدن سیدنا عیسی علیه السلام هست و معتقد از مسیحیت که عیسی علیه السلام به دار زده شد، لذا صلیب که همون دار هست او را پرستش میکنن. این الان از نصب هست.
یعنی هر چی که به عنوان نشان معبود باطل بشه اون را چی میگن؟ انصاب میگن. خیلی مردم اونجا میبرند گوسفند میکشند، خیرات میدهند. اینها را الله میفرماید. همچنین انصاب، نصب و الازلام. ازلام را هم توضیح دادم خدمت شما قبلا که تیرهایی بود که در آستانه ها قرار داشت، در محله های عبادت مشرکان قرار داشت که این تیرها را به وسیله اینها فال می گرفتند، یا افعل و لا تفعل بود، فلان کار را انجام بده. معتقد بودند که اینها برای ما تعیین تکلیف می کنند، هرچی که این تیرها و این قرعه ها بگند خیر هست. یا اینکه تیرهایی بود که گوشتها را با هم تقسیم می کردند. از همین تیرها هر دو صورت بود. الله می فرماید همه اینها رجس من عمل الشیطان. رجس بمعنی گند، نجس، ناپاک، از عمل شیطان هست. فاجتنبوه، شما اجتناب کنید از آنان. لعلکم تفلحون، شاید رستگار بشید. شما از اینها دوری کنید. انما یرید الشیطان، این علت است. انما بنویس علت. انما یرید الشیطان، جز این نیست که شیطان تصمیم دارد ان یوقع بینکم العداوه، بین شما دشمنی ایجاد کند، والبغضاء، بغض و کینه ایجاد کند، فی الخمر والمیسر، در شراب و قمار. ببینید 4 تا خداوند از محرمات را بیان فرمود، اما علت حرمت 2 تا را بیان کرد، چون 2 تای دیگه علتشون مشخصه، ظاهره، شرک هست، غیر الله پرستیه. اما شراب و قمار قبل از این جائز بود، حلال بود. یکی از مسائل ذو وجهین هست که شما در سوره بقره خواندید. بنابراین نیاز هست که فلسفه حرمت اینها بیان بشه، اما اونها نیازی به حکمت ندارد. شناعت شرک، قباحت شرک و بدی شرک از اول تا آخر قرآن مجید بیان فرموده. بنابراین این اعتراض و این سوال وارد نشه که چرا وقتی که علتها بیان شد، علت شناعت و قباحت 2 تا بیان شد، 2 تا دیگه بیان نشد، چون اون 2 تا دیگه ظاهر و مشخص است، بدیهیه، نیازی به دلیل و بیان علت ندارد. خدا می فرماید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه، جز این نیست که شیطان می خواهد بین شما عداوت ایجاد کند، والبغضاء، بغض ایجاد کند، فی الخمر والمیسر، در شراب و قمار. شراب انسان می نوشد، می نوشی می کند، انسان هم عقل خودش را از دست میده. وقتی که عقل زائل بشه بلا تشبیه در عالم مستی انسان ها همدیگر را میزنند، چاقو کشی میکنند، درگیر میشوند، مفاسد ایجاد میشه. قمار انسان در یک لحظه میلیون ها مال از دست میده، این عصبانی میشه، باعث درگیری میشه، نزاع میشه، فساد میشه، عداوت و بغض ایجاد میشه. لذا الله تعالی میفرماید اینها دلیل چی هستند؟ حرمت. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه، بین شما عداوت را شیطان میخواد ایجاد کند، والبغضاء، و بغض را ایجاد کند، فی الخمر والمیسر، در شراب و قمار، و یصدکم عن ذکر الله. اون ضرر دنیوی بود، پایین یرید الشیطان بنویسید ضرر دنیوی، و یصدکم عن ذکر الله ضرر اخروی هست. شما به وسیله اینها از راه خدا باز می آیید. و عن الصلاة، بالخصوص نماز هم ذکر الله هست، تخصیص بعد از تعمیم، در رأس ذکر الله نماز هست. وقتی که کاری که انسان را از نماز باز می دارد، از یاد خدا غافل می کند، خب اون لهو است، اون باطل است، حرام هست. فهل انتم منتهون، آیا شما باز می آیید؟ این استفهام چیه؟ استفهام طلبی هست. استفهام چی میگم بهش؟ طلبی. یعنی آیا شما باز می آیید؟ از شما خدا می خواد بله باز بیایید، بعد است این شراب و قمار.
و بسیار قبیح هست، کار زشتی هست، باز بیایید شما. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، و همچنین تشویق است به باز آمدن با اطاعت خدا و اطاعت رسول، چونکه خدا هم ممنوع قرار داده، رسول هم. و همچنین در این اصول فوز بیان شده، اصول رستگاری اطاعت خدا و اطاعت رسول الله هست، کتاب الله، سنت رسول الله. الله می فرماید و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله را اطاعت کنید و رسول را اطاعت کنید در تمام عقاید و احکام. واحذروا، اصل سوم، واحذروا، برحذر باشید، بنویسی از مخالفت احکام، از مخالفت احکام خدا چی باشید؟ برحذر، دور کنی خودتان را. فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. الله می فرماید اگر شما اعراض کردید، اگر پشت دادید، فاعلموا، یقینا بدانید که انما، جزی نیست که بر رسول ما، بر پیغمبر ما، البلاغ المبین، بنویسی فقط بلاغ مبین هست، رسانیدن آشکارا، کاری دیگه نداره. پیغمبر مسئول ایمان شما نیست حتما شما ایمان بیاورید، نه خیر، چنین چیزی وجود ندارد. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ببینید اکنون الله عزوجل اینجا که فرمود که از خمر و از میسر و اینها پرهیز بکنید، الله تعالی می فرماید که کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند بر اونها گناهی نیست، فیما طعموا، در آنچه که میخورند استفاده میکنند، اذا متقوا و آمنوا، اما شرطش اذا متقوا، اینجا بنویسید اتقوا عن الشرک، و آمنوا، ایمان بیاورند، یعنی اخلاص عمل و عمل صالح. ثم اتقوا و آمنوا، سپس دوباره تقوا و ایمان، ثم اتقوا و احسنوا، سپس تقوا و احسان. یعنی چه؟ ببینید منظور اینه که شما اگر از خداوند عزوجل مالهای پاکیزه را، همه مأکولات را، همه طیبات را بر شما حرام قرار نداده، حلال هستند، شما استفاده بکنید از نعمت خدا، اما این دستورات را داشته باشید. چیه؟ اتقا و ایمان. اما اتقا را اینجا چند بار تکرار کرده؟ 3 بار. اتقای اول، انسان تقوا داشته باشه، امر خدا را دریافت میکنه. علامه ابن جریر مفسر میفرماید اتقای اول چی هست؟ تلقی امر الله، که امر خدا را، احکام خدا را انسان بپذیرد، پذیرش بکند، تصدیق بکند. اتقای دوم چی هست؟ استقامت است، یعنی بعد از اینکه دستورات خدا را اجرا کرد بر اونها چی باشد؟ استقامت داشته باشد. و اتقای سوم اتقا بالاحسان است. ببین یکی اتقا هست به جا آوری واجبات، و دوم اتقا هست با به جا آوری نوافل و مستحبات. لذا سومی بیانگر این هست. این آیت بفرمایید قال محمد بن جریر، امام قرطبی در تفسیر نوشته، قال محمد بن جریر الاتقاء الاول، تقوای اول که گفته هو الاتقاء بتلقی امر الله بالقبول و التصدیق، اینه که انسان امر خدا را دریافت کند با قبول و تصدیق، یعنی قبول کند، تصدیق بکند، هر چی که خدا گفته آمنا و سلمنا. و تصدیق و دینونت به، و به اون متدین شدن، اون دیانت را اختیار کردن، چیزی را که خدا فرموده اون را اختیار کردن. والاتقاء الثانی بالثبات على التصدیق، ثم اتقوا و آمنوا، استقامت،
یعنی بر تصدیق و بر ایمان خودش استقامت داشته باشد. و الثالث سومین اتقا چی هست؟ الاتقاء بالاحسان. انسان علاوه از اینکه وظایف خودش را انجام میدهد، فرائض و واجبات را انجام میدهد، تقوا وقتی که سطحش بالا باشد نوافل و مستحبات را هم این انسان چی بکند؟ انجام بدهد. الاتقاء بالاحسان و التقرب بالنوافل. اتقاء به احسان و تقرب به نوافل است. لذا الله می فرماید اذا ما اتقوا و آمنوا، وقتی که بترسد از خدای عزوجل، اتقوا عن الشرک و آمنوا ایمان داشته باشد، و عمل الصالحات عمل صالح انجام بده. این اولی هست، ایمان درست و اخلاص در عمل. ثم اتقوا و آمنوا، اینجا بنویسه استقامت. سپس استقامت و ایمان یعنی استقامت بر ایمان. ثم اتقوا و احسنوا، سپس این درجه احسان است. اتقا با چی؟ با احسان، یعنی حتی نوافل و مستحبات را انجام بده. وقتی که انسان این گونه باشد، والله يحب المحسنین، خداوند عزوجل محسنین و نیکوکاران را دوست دارد. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تنالوا. ادامه بحث هست، بحث اعاده تحریمات الله. اون چیزهایی که خداوند حرام قرار داده باید شما حرام بدانید. من جمله اونها یکی از محرمات شکار کردن در حالت احرام است. شکار کردن در حالت احرام است. انسان محرم نباید شکار بکند، صید داشته باشد. اگر این کار را کرد، اگر شکاری را شکار کرد، اون حرام میشه، درست نمیشه. این جزء تحریمات الله هست. خداوند عزوجل در این آیه به مؤمنین، به یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید خداوند شما را آزمایش میکند. ببینید این امتحانی که در این آیه آمده عیناً مثل امتحانی بود که یهودیان اصحاب ایله در روز شنبه امتحان شدند. اونها را خداوند فرمود که شما در روز شنبه اجازه ندارید که شکار بکنید. روز شنبه ماهی ها چکار بودند؟ روی آب می آمدند. فرمود که شما اجازه ندارید ماهی صید کنید. روز شنبه از قضا امتحان الهی است. ماهی فراوان دیده میشه ولی نمیتونه شکار، ممنوع. روزهای دیگه ماهی ها خوب دیده نمی شدند. پس اونا چی کردند؟ حیله کردند. لذا کانالی را درست کردند و حفره را و حوضه را، و روزهای شنبه فقط ماهی ها را هدایت می کردند، راه را می بستند. روزهای بعد دیگه شکار می کردند. این حیله بنی اسرائیلی. صحابه رسول الله را الله عزوجل هم عیناً مثل همین امتحان کرد، در این آیه هست. اما صحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم در این امتحان مثل یهود مردود نشدند، موفق شدند. خداوند فرمود در حالت احرام شما شکار نکنید. وقتی که صحابه احرام بسته بودند و می رفتند به طرف عمره یا حج، شکار فراوان بود. حتی قرآن میگه تنالوه ایدیکم و رماحکم، شما اگر با نیزه میزدید میخورد، با دست میگرفتید میتونستید. چنان شکار نزدیک میآمد، صید نزدیک میآمد. ولی امت رسول الله صلی الله علیه وسلم در این امتحان ناموفق نشدند، الحمدلله موفق شدند و هیچ یک از صحابه شکار نکرد. حتی در حدیثی می آید یکی از اصحاب که هم با محرمین داشت می رفت، اما او احرام نداشت، حلال بود، همینطور برای امر دیگه همراهی می کرد. یهو شکاری دید، عرض کنم که گورخری دید. این دنبال افتاد، با اسب خودش دنبال کرد صید را، و تا اینکه صید را زد شکار کرد و آورد.
آورد گفت که این خب شما محرم بودین من که نبودم، خب برای شما حلال بخوری. بازم صحابه نخوردن، یک دسته خوردن، یک گروه گفتن نخیر ما در حالت احرامیم، شاید برای ما خوردن درست نیست. سهم اونها از گوشت باقی ماند تا اینکه به خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتن. یا رسول الله من حیوانی صید شکار کردم، محرم نبودم. رسول الله فرمود محرمین اشاره نکردن، دلالت نکردن، راهنمایی نکردن، همکاری نکردن، سوالات متعددی پرسید. عرض کرد نه یا رسول الله من خودم این کارها را انجام دادم، خودم دیدم، خودم، هیچ که به من حتی نشون هم نداد. آن حضرت صلی الله علیه و فرمود پس بخورید حلال است. تا این حد صحابه چی کردند؟ احتیاط کردند، نخوردند تا زمانی که رسول الله اجازه نداد. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لیبلونکم الله بشیء من الصید، البته حتما شما را خداوند امتحان می کند با چیزی از صید، از شکار، تناله ایدیکم و رماحکم، میرسد به اون شکار دست شما و نیزه های شما را امتحان میکند. لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا اینکه خداوند معلوم کند. ببینید علم خدا که علم دارد. عرض کردم علم به معنی چیه؟ بله ظهور هست. لیعلم الله، تا که ظاهر بکند خداوند، تا بقیه هم بدانند که متقیان کی هستند، مردم دنیا هم ببینند که یهودی ها در امتحان ناکام شدند، یاران محمد صلی الله علیه و سلم در امتحان موفق شدند. لیعلم الله، ظاهر بکند، مشخص بکند خداوند کسانی را که من یخافه بالغیب، از خداوند میترسن، بالغیب یعنی نادیده میترسن، ایمان بالغیب دارند. لذا الله میفرماید فمن اعتدى بعد ذلك، کسی تعدی کند بعد از این، یعنی در تحریمات الله، اونی که خدا حرام کرده، فله عذاب علیم، برای اوست عذابی دردناک. لذا حرام خدا را حرام بدانید. هیچ کسی نمیتواند حرام الهی را حلال قرار بده. اگر کسی حرام را حلال قرار بده یا حلال را حرام، همان گونه که مشرکین مکه میکردند، این شرک فعلی هست. این چیه؟ شرک فعلی. مثلا خداوند در همین رکوع میخوانیم، خداوند هر نوع شتری را حلال قرار داده. اونها بعضی شترهای خاص را مسما میکردن به نام چی؟ به نام خدایان و آلهه خودشان. اونها را میگفتن سوار شدنشون درست نیست برای ما، پشمشون درست نیست، شیرشون درست نیست، گوشتشون درست نیست، انواع مختلف بود. اینی که خدا حلال کرده تو حرام میکنی، این شرک فعلی. یا اینکه اونی که خدا حرام کرده، مثل همین که بر ازلام و بر انصاب میکشتند، بر نشانهای معبودان باطل میکشتند، این را کسی حلال بداند، این چیه؟ این هم شرک فعلی است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقتلوا الصید و انتم حرم، شکار را نکشید در حالی که شما احرام دارید. و من قتله منکم، هر کسی بکشد شکاری از شما متعمدا، این حال هست از ضمیر منکم، در حالی که عمدن بکشد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزای آنچه که کشته، من النعم از چارپایان. یعنی مثلا در سطح آهو چی هست؟ گوسفند هست، چارپایان. اگر کسی گاو وحشی یا گورخری را بکشد از نعم و از چارپایان، برابری اون چی هست؟ عرض کنم که گاو اهلی هست یا شتر هست. اما یحکم به ذو عدل منکم، دو انسان عادل و کارشناس این را تعیین بکنند، حکم بکنند. امام ابو حنیفه رحمه الله معتقد هستند
که منظور از این جزای معنوی هست، چون که یحکم به ذو عدل فرموده. جزای معنوی پول هست و جزای سوری خود حیوان کشتن هست. خب بعضی حیوانات دارند مثل و بعضی به حیوانات مثل ندارند. بعضی از شکارها هدیم بالغ الکعبه، خب به وسیله این پول اون نعم را بگیرد و هدی بکند، قربانی، که برسد به کعبه، یعنی به حرم ببرد. او کفارت طعام و مساکین، یا به اندازه همین پول اگر حیوان نمی برد کفاره طعام مساکین. ببیند که برای چند تا کفاره میشه، مثلا یا خرگوشی را شکار کرده یا آهوی را، هر چیز را شکار کرده، قیمت گذاری بشه، ببینه چند تا فدیه هست به مساکین بده. او عدل ذلك صیاما، یا برابر این روزه، مثلا 10 تا فدیه شد 10 روز روزه بگیره، 20 تا فدیه شد 20 روز روزه. لیذوق وبال امره، علت کفاره، تا اینکه این انسان بچشد وبال امرش را، جزای جریمه کارش را. عفا الله عما سلف، اما آنچه که در گذشته انجام داده خداوند معاف کرده. و من عاد فینتقم الله من، هر کسی دوباره اعاده بکند خدا از او انتقام میگیرد، یعنی خداوند سخت میگیرد بر او. والله عزیز ذو انتقام، خداوند غالب هست و انتقام گیرنده هست. خب احل لكم صید البحر و طعامه، اکنون آیا تمام صورتهای شکار حرام هستند یا بعضی صورتها؟ خداوند اینجا استثناء میکند صید بحر را. اگر مثلا شما از طریق دریا داشتی تشریف میبردی به حج، در کشتی میتونید شکار چی داشته باشید؟ دریایی داشته باشید. شکار دریا استثناء است. الله می فرماید احل لكم صید البحر و طعامه، حلال قرار داده شده برای شما صید بحر و طعام آن، خوراکی آن. متاع لكم، این متاع هست یعنی برای بهره‌گیری و تمتع و استفاده شما. وللسیاره، برای مسافرانی که سفرهای دریایی میکنه خداوند اینها را برایشان حلال قرار داده. و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، صید بر شما حرام قرار گرفته تا زمانی که شما در حالت احرام باشید، در حالت احرام باشید. واتقوا الله، نسخه عمل هست. هر جا برای اعمال، برای پایبندی به دستورات و احکام خداوند دستور به تقوا میرسد، چون اگر تقوا باشد انسان میتونه عمل کند. اما الذی الیه تحشرون نسخه تقوا و مقتضی تقوا است. ببینید چه عاملی باعث میشه که در وجود ما خدا ترسی بیاد. بدانید که انکم الیه تحشرون، الذی الیه تحشرون، اون ذاتی که شما به سوی او حشر میشید، جمع میشید، در قیامت همه شما را به محضر او می آورند. لذا این می طلبد که انسان باید متقی باشد. جعل الله الكعبة البيت الحرام، محرمات بود که خواندیم، اینها منظورات هستند، چیزی که انسان نظر میکند، چیزی که انسان برای خدا نظر میکند اون حلال است. قبلا عرض کردم تحریمات الله حرامند و منظورات غیر الله هم حرام. اینا دو تا حرامند. چیزی که برای غیر خدا نظر شده، برای خوشنودی غیر خدا نامزد شده و نام گرفته شده، دو چیز هستن حلالن. یکی منظورات الله، نظری که انسان برای خدا میکند، و دوم تحریمات غیر الله، اونی که به خاطر غیر خدا حرامش میکنه اونم حلاله، حرام نمیشه. چنانچه اینجا اکنون خداوند حلال را ذکر می فرماید. منظورات الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس، خداوند قرار داده کعبه را که بیت حرام باشد قیاما للناس. الکعبه مفعول اول جعل هست،
قیاما للناس مفعول دوم هست. خداوند قرار داده باعث قیام برای مردم، یعنی مردم به پا میخیزند و فریضه حج را انجام میدهند. و الشهر الحرام، و همچنین ماه حرام را الله قرار داده که در ماه حرام حج انجام بگیرد. والهدی والقلائد، هدی اون قربانی را میگویند که به طرف حج برده میشه، و قلائد جمع قلاده هست، قلاده که به گردن او آویزان هست، چرمی گردنبند مخصوصی که نشانگری چی بود؟ نشانگری این بود که این هدی هست به خاطر خدا و برای رضای خدا به بیت الله به منی برده میشه. حتی جهال عرب و مشرکان عرب به هدی احترام میگذاشتن. اون قلاده را که میدیدن رهزنان و دزدها هم نزدیک نمی آمدن، میگفتن این شتر هدی هست، این بدنه هست. لذا الله میفرماید که اینها این منظورات خدا هستند. ذالک لتعلموا، ای جمیع ما ذکر، نه تنها این کعبه و بیت حرام بلکه تمام دستوراتی که خدا صادر فرمود، چه محرمات چه محللات، این همه را خداوند بر شما مشروع فرمود. لتعلموا، تا که بدانید، ان الله یعلم ما فی السماوات والارض، خاصه علمی خداوند میداند هر چی که در آسمان ها و زمین است. پس بر اساس با توجه به علم خدا او میداند که چرا بر شما حلال بکند و چرا بر شما حرام. و ان الله بكل شیء علیم، به هر چیز رب العالمین علیم هست، دانا هست. اکنون ترهیب و تأکید بر تعمیل احکام، خداوند میترساند و این ترهیب و ترسانیدن و تخویف در واقع تأکید هست بر تعمیل، که شما عمل کنید به این احکام. الله می فرماید اعلموا ان الله شدید العقاب، باور داشته باشید، یقینا بدانید که ان الله، بدرستی که الله عزوجل شدید العقاب هست، سخت عذاب میده. و ان الله غفور رحیم، و همانا الله تعالی غفور بخشاینده و مهربان هست. این ترغیب است. اولی ترهیب بود، این چی بود؟ ترغیب. انسان ها یا تشویق بشند عمل میکنند، بعضی ها که فطرت سلیمه داشته باشند و بعضی ها ترسنده بشند. لذا الله عزوجل برای تعمیل احکام این روش الله هست. در قرآن مجید هم ترهیب دارد و هم ترغیب دارد. ما علی الرسول الا البلاغ، نیست بر پیامبر ما مگر بلاغ و رسانیدن آشکارا. یعنی پیغمبر موظف نیست که انسانها را بر هدایت و بر مسیر هدایت گامزن بکند. وظیفه پیغمبر چیه؟ بلاغ هست، رسانیدن هست، پیام خدا را رسانیدن هست. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. خداوند اینجا ترغیب به اخلاص میده، میگه مواظب باشید، خداوند میداند آنچه که شما ظاهر میکنید با جوارح و ما تکتمون، آنچه که مخفی میکنید در دل. پیغمبر کارش بلاغ است، بقیه همه چیز را خدا میدوند، پیغمبر نمیدوند. پیغمبر غیب ندارد، خدا میداند. لذا الله عزوجل هم کار زشت را میدوند که شما انجام میدید یا در دل دارید، و هم کار نیک را، کار خوب را، ولی بدانی اینها با هم برابر نیستند. قل لا یستوی الخبیث والطیب، بگو برابر نیستند خبیث یعنی بدش و طیب کار خوب، عمل بد و عمل خوب. ولو اعجبک کثرت الخبیث، گرچه در تعجب وادارد شما را کثرت خبیث، یعنی کار زشت در دنیا عام باشد، همه مرتکب باشند، زشت زشته، ولی اینکه همه مردم شرکه، گرچه اکثریت مردم دنیا انجام بدهند. و طیب توحید است، گرچه انسانهای اندکی موحد باشند. فاتقوا الله، این نسخه عمل است، نسخه عمل برای انجام طیب. فاتقوا الله، از خدا بترسید. ای عقلمندان طیبات را انتخاب می کنند.
لعلكم تفلحون، ثمره تقوا، یقینا شما رستگار میشوید. خب اینجا دستوری دیگر از دستورات الله تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. این احکامی که خداوند نازل میفرماید شما دست بسته به این احکام عمل کنید، سوال نکنید، بالخصوص سوالات بنی اسرائیل قیل و قال نکنید. لا تسألوا، سوال نکنید عن اشیاء، از چیزهایی که ان تبد لکم تسؤکم، اگر اون چیزها برای شما ظاهر بشه، تسؤکم بسیار ناگوار میشه برای شما، بسیار چی میشه؟ ناگوار میشه. خب گرچه در شأن نزول این داستانهایی تعریف کردن در تفاسیر، ولی تنها اون داستانها و اون واقعات مورد این آیه نیست. امروز هم کسی بیاید سوالات اسرائیلی بکند، سوالات بیجایی بکند، اون سوالاتی که اصلا مربوط نیستند به دین، اینها هم اشیاء بیهوده هستند. بعضی میگن نام مادر حضرت موسی کی بود؟ این جز دین هست، جز اصول. یا اینکه اون درختی که حضرت آدم را ممنوع کرده، خدا میگه شجر. اگر خدا برای ما لازم میدانست که اون درخت را بدونیم، خدا میگفت که درخت انجیر هست یا درخت زیتون هست یا گندم هست، اون چی که مفسران نوشتند. این سری چیزهای سوالاتی که اصلا مربوط به دین نیستند، اینها را سوال نکنید. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اگر ظاهر بشه برای شما ناگوار میشه. خب اینها بعضی چیزها بالخصوص در زمان وحی سوال کردن، مثل سوالات بنی اسرائیل که گفتن چه گاوی باشد، چه رنگی باشد، چه سنی داشته باشد، چه کیفیتی باشد، هر چی که سوال بیشتر شرایط سختتر. حتی ابن عباس میگوید اگر روز اول بدون سوال هر گاوی میکشتن قبول بود، خداوند قبول میکرد، ولی خودشون بر خود سخت گرفتند. بعضی از صحابه، یک نفر از صحابه وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره فریضه حج میگفت، سوال کرد یا رسول الله العامنا هذا ام للابد، آیا هر سال حج لازم است یا فقط امسال؟ رسول الله ساکت شدن. بار دوم سوال کرد، بار سوم سوال کرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود شما سوالاتی نکنید که آخر جوابشون بیاید برای شما مشکل درست بشه. یا کسی گفت یا رسول الله درباره نسب، اون زمان نکاحهای جاهلیت زیاد بود قبل از اسلام، نسبش را نمی گفت پدر من کیه، و این چه ربطی داره با وحی؟ لذا الله تعالی می فرماید لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. این داستان ها را نوشتن، ولی خب اینها در فهم آیه زیاد مؤثر نیستن. اصل اینه که انسان سؤال بی جایی که مربوط به اصول و فروع دین نباشد نباید سؤال بکند. و ان تسألوا عنها بالخصوص، اگر سؤال کنید عنها از آن سؤالات، حین ینزل القرآن، در زمان وحی، در زمانی که قرآن نازل میشه، تبد لکم، ظاهر میشه، اون وقت برای شما ناگوار هست، چون قرآن دیگه بیشتر دستور میده. عفا الله عنها، خداوند معاف کرد از گذشته، والله غفور حلیم، خداوند بخشاینده و بردبار هست، حلیم هست، مؤاخذه نمیکنه از روی حلم. بعد از اینکه این آیه نازل شد، صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلا سوال نمی کردن، حتی بعضی سوالهای ضروری را که لازم می دانستند هم سوال نمی کردند، چون می ترسیدن که برای ما تشخیص مشکل باشد، ما سوالی بکنیم که سوال ضروری نباشد. لذا روایتی در صحیح مسلم هست، صحابی میگه که ما تمنا داشتیم، آرزو داشتیم که یک انسانی بیاد از جای دیگه که این دستور خدا را دریافت نکرده، این دستوری که سوال نکنید، از جای دیگه بیاد، اما مرد عاقلی بیاید تا اینکه سوالاتی بکند، ما هم از اون سوالات استفاده بکنیم، بشنویم، رسول الله جواب بده تا اینکه اطلاعات ما بیشتر بشه. روی همین بود که خداوند جبرائیل امین را فرستاد، به خاطر آموزش صحابه بود
که جبرائیل امین آمد گفت یا رسول الله مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، در رابطه با اینها سوال کرد، درباره قیامت سوال کرد، درباره علائم قیامت سوال کرد. رسول الله پاسخ داد، صحابه متوجه شدند. الله می فرماید قد سألها قوم من قبلكم، سوال کرد این مسائل را قومی قبل از شما مثل یهود، ثم اصبحوا بها کافرین، سپس وقتی که احکام مشکل می آمد کفر می کردند، قبول نمی کردند. ما جعل الله من بحیرة، اینجا خداوند تحریمات غیر الله را بیان می کند، چیزهایی که به خاطر غیر خدا بر خود حرام قرار داده بودند. خدا می فرماید اینها را من حرام نکردم. ما جعل الله من بحیرة، خداوند بحیره قرار نداده، بحیره را مشروع نکرده، ولا صائبة، صائبه را مشروع نکرده، ولا وسیلة، وسیله را مشروع نکرده، ولا حام، حام را هم مشروع قرار نداده. اینها را شما از خود در آوردید. بحیره چیه؟ بحیره به شتری می گفتند که فقط شیرش را استفاده نمی کردن، رها می کردن، شیرش را برای تواغیت، برای اصنام، برای بت‌ها می گفتند که این را هیچ کس نمیتونه از شیرش استفاده بکنه، شیر این مال بت‌هاست. خود حیوان را اگه یه وقتی میکشتن، ولی تا زمانی که شیر داشت از شیرش استفاده، گویا شیرش را نذر کرده بودند. این هست حرام کردن به خاطر غیر الله. دوم صائبه. صائبه میگویند که شتری را که 10 بار آبستن شده بود و 10 بار شتر بچه آورده بود، این شتری که اینقدر برکت داشت که 10 بار به هر حال زایده بود، میگفتن این را نباید استفاده کرد، نباید سوار شد، نباید که از پشمش، از عرض کنم که بقیه قسمت های بدنش استفاده کرد، اون را به نام معبودان رها می کردند. این بود صائبه. وسیله، اون شتری را میگویند که میزایید و شتر بچه ماده می آورد. در شکم اول شتر بچه ماده آورد، 10 ماه بعد یا 1 سال بعد دوباره میزاید، دوباره ماده می آورد. شما میدونید کسانی که مال دارند و گاو و گوسفند و شتر دارند، وقتی که حیوانات اونها بزایند و شتر بچه یا بره ماده بیاورند خیلی خوشحال میشند، چون که این سبب چی میشه؟ ازدیاد میشه، سبب برکت میشه، فردا این بزرگ میشه، اینم میزاید و چند برابر میشه مالش. لذا شتری که 2 تا ماده را پشت سر هم میزایید، این را وسیله میگفتند و بین اینها چی؟ یعنی مذکر نبود، نر نبود، هر 2 تا ماده بودند. این را هم میگفتند که واقعا شتر برکتی هست، فیترکونها لآلهتهم، این را هم برای آلهه میگذاشتند. و 4می حام هست. حام شتر نری را میگفتند. این 3 تا ماده بودند. شتر نری را میگفتند که از زهر او و از پشت او 10 تا شتر ماده چی بود؟ آبستن میشد، شکمشون پر میشد. لذا میگفتند که اینقدر شتر ماده را آبستن کرده، این هم دیگه برای معبودان رها بشه، هر جا که میچرد و میگردد آزاد هست، هیچ کسی اجازه تعرض به این را هم ندارد. خب علائمی میگذاشتن، هر که میدانست که این بحیره هست، این صائبه هست، علامتهای مخصوصی. این تعریف بود. من عبارت علامه آلوسی را با توجه به اینکه طولانی هست، به خاطر اینکه شما به ذهنتون این تعریفات بشینه، سریع میخوانم. قال ابن المسیب انها البحیره التي منع لبنها للتواغیت. بحیره آن است که شیرش برای تواغیت
منع شده فلا تحلب دوشیده نمیشد، شیرش گرفته نمیشد. السائبه هی الناقطه تبطن 10 البطن اثاث. سائبه ناقه را میگفتن که از شکمش 10 بار میزاید. فتهمل ولا ترکب، این هم مهمل به حال خود رها میشد، هیچ سوار نمیشدن. ولا یجز وبرها، وبرش پشمش یا مویش را قطع نمی کردند. و الوسیله من الابل هی الناقه فتلد، هی الناقه تبکر، ناقه بکر بود، یعنی برای بال اول که میخواست بزاید. فتلد انثى، میزاید شتر ماده، شتر بچه ماده. ثم تثنی بولاده انثى اخرى، سپس بار دوم هم ماده میزاید. خب این وقتی که اینطور بود، لیس بینهما ذکر، بین اونها شتر نری نمیزاید. فیترکونها لآلهتهم، برای آلهه این را هم میگذاشتند. الحام الفحل، شتر نر. یولد من زهره 10 البطن، از زهر و پشت او 10 شتر آبستن میشد. فیقولون حما زهره، لذا این زهرش حفاظت شده هست. فلا يحمل علیه ولا یمنع من ماء و مرعى، هر جا که میچرید، هر آبی میخورد، جلوش را نمیگرفتند. لذا الله میفرماید اینها را من مشروع نکردم. ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حام، اینها را الله مشروع نفرموده. پس از کجا؟ الله میفرماید ولكن الذين كفروا، اما کسانی که کفر کردند، یفترون علی الله الكذب، بر الله عزوجل افتراء دروغ میگویند. و اکثرهم لا یعقلون، اکثرشان عقل ندارند، درک ندارند. و اذا قیل لهم تعالوا، زجر و علت برای لا یعقلون، چرا عقل ندارند؟ و اذا قیل لهم، هرگاه گفته میشه به آنان، تعالوا بیایید، الی ما انزل الله، بیایید به سوی آنچه که الله نازل فرموده. در مسئله تحریم و تحلیل بنویسید، یعنی حلال و حرام را از خود درست نکنید، بیایید از خدا بگیرید، خدا چی گفته. اونها چه جواب میدن؟ هم بیایید الی ما انزل الله و الی الرسول، آنچه که رسول بیان میکند به بیان رسول بیایید. قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، این دلیل لا یعقلشون هست، تقلید کورکورانه از پدران. میگفتند کفایت میکند ما را آنچه که ما یافتیم بر آن پدران ما. اولو کان آباؤهم، قبلا خواندیم که بعد از همزه استفهام فعل مقدر است. ایتبعونهم، اولو کان یعنی چه؟ ایتبعونهم ولو کان آباؤهم، آیا اینان از پدران پیروی میکنند؟ ولو کان آباؤهم، گرچه پدرانشان بودند افرادی که لا یعلمون شیئا، چیزی نمیدانستند، ولا یهتدون، و بر هدایت نبودند، یعنی کتاب آسمانی در اختیارشان نبود که هدایت یافته بشن. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خدای عزوجل اینجا بعد از اینکه احکام را دستور فرمود، محرمات را اعلام کرد، تحریمات الله را و تحریمات غیر الله را، اکنون میفرماید که شما خود را، جانهایتون را نجات بدهید، جانهای خودتون را نجات بدهید از عذاب جهنم. علیکم انفسکم ای الزموا انفسکم، خود را لازم قرار بدهید. ببینید بسیاری از اینجا برایشان سوی تفاهم میشه، سوی فهم میشه که خدا فرموده علیکم انفسکم، تو به فکر خودت باش، به فکر نفست باش، فقط جانت باش، بقیه هرچی میکنم به تو مربوط نیست. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، به شما ضرر نمیرساند هر کسی که گمراه بشه، اذا اهتدیتم، وقتی شما بر مسیر هدایت باشید. شما خودت را اصلاح کن، علیکم انفسکم، بقیه را بگذار.
خرابی بقیه، فساد بقیه به شما ضرر نمیرسانه. ظاهر آیه و مفهوم ظاهری این هست، ولی این مفهوم اشتباهی است. اینطور نیست. انسان در قبال بقیه هم مسئولیت دارد، وظیفه دارد، باید امر به معروف کند، نهی از منکر. همین امروز خواندیم کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. بنی اسرائیل که مورد لعن قرار گرفتند و تبدیل به قرده و خنازیر شدند، عیسی و داود بر علیه اونها دعای بد کرد. علت چی بود؟ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. منکری را که انجام میدادند باز نمی آمدند و همچنین نهی نمی کردند. پس اینجا هم این نیست که اگر کسی هر چی کرد به شما ضرری نمیرسه، شما خودتون خوب باشید، اصلاح بشید. نه، بلکه انفسکم. شما قبلا خواندید که همه مسلمانان مثل چی هستند؟ مثل نفس واحد هستند. ولا تقتلوا انفسکم، خودتون را نکشید. خودتون را نکشید به معنی خودکشی نبود، برادرت را بکشی گویا خودت را کشتی. یا اینکه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب ولا تلمزوا انفسکم. ولا تلمزوا، هم دیگه خودتون را طعنه نزنید. خب کیه که خودش را طعنه بزنه؟ هیچ کس خودش را طعنه نمیزنه. برادرت را که طعنه زدی خودت را زدی. برادرت را که زدی طعنه، در واقع این طعنه را به خودت وارد کردی. پس اینجا علیکم انفسکم معنیش اینه که شما خودتون را لازم بگیرید، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بکنید. بزرگان ما میگویند که این آیه از مؤکدترین آیات است که بر امر به معروف و نهی از منکر دلالت میکند. قال عبدالله بن المبارک هذه اوکد آیه فی وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. این آیات از اون آیاتی هست که درباره امر به معروف و نهی از منکر تأکید بیشتری دارد. چطور تأکید بیشتری دارد؟ اون چی که ما میفهمیم میگه فقط شما خودتون را حفظ کنید، خودتون را نگه دارید. میگه نه، فانه قال علیکم انفسکم، یعنی علیکم اهل دینکم. علیکم انفسکم، بر خود لازم بگیرید اهل دینتان را، برادرانتان را نگذارید که به فساد کشیده میشند. مگر همه مؤمنین کجسد واحد و کنفس واحدت نیستند؟ همه مؤمنین کنفس واحدت هست. امروز مؤمن میانمار شکنجه میشه، در مصائب گرفتار است. اگر مؤمنین جاهای دیگه ایمانشان واقعی باشد باید اینجور احساس بشه که اون مصائب بر ماست، اون شکنجه ها متوجه ما هست، چون مؤمنین نفس واحده هستند. بنابراین عبدالله بن مبارک میفرماید فانه قال علیکم انفسکم، یعنی علیکم اهل دینکم، یعنی بأن یعظ بعضکم بعضا، بعضی از شما بعض را چی بکنید؟ وعظ بکنید. و یرغب بعضکم بعضا فی الخیرات، بعضی را ترغیب بده در خیرات. و ینفره عن القبائح و السیئات، بعضی دیگر را از قبائح و سیئات باز بداره. این هست معنی علیکم انفسکم. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. بعد از اینکه وظیفت را انجام دادی، امر به معروف کردی، بعد از انجام وظیفه اگر کسی رفت به طرف فساد، خب این برای شما ضرر ندارد، چون که شما وظیفتون را انجام دادید. این عبارت امام رازی بود در تفسیر کبیر. اما ببینید ابن جریر چی میگه. و اصح التأویلات عندنا بتأویل هذه الآیه،
در رابطه با توجیه و تعویل این آیه صحیح ترین توجیه این است ما روی عن ابی بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه. ابو بکر ببینید این آیه را چگونه تفسیر کرده و هو یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم الزموا العمل بطاعت الله. علیکم انفسکم یعنی چه؟ الزموا العمل بطاعت الله و بما امرکم به. طاعت الله را لازم بگیرید و آنچه که خدا به شما امر کرده. به شما چی گفته؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. به شما گفته ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف. مگه اینها امر خدا نیستند؟ پس بجا بیاورید بما امرکم به وانتهوا عما نهاکم الله عنه. خداوند از آنچه که نهی کرده باز بیایید. خدا گفته در قبال مسائل مسلمین بی تفاوت نباشید، لذا بی تفاوت نباشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم یقول فانه لا یضرکم. ای مسلمانان به شما ضرر نمی رساند اضلال من ضل، گمراهی هر که گمراه شد. اذا انتم دمتم العمل بطاعت الله، وقتی که شما عملتون در طاعت الهی مداوم بود. و ادیتم فی من ضل من الناس، و انسانهایی که گمراه بودند شما ادا کردید ما الزمکم الله به، اون چی که خدا شما را ملزم کرده شما وظیفه‌تون را چی کردید؟ ادا کردید. وظیفه چی بود؟ من فرض الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. این وظیفه را که انجام دادید لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. پس علیکم انفسکم منظور از جان همین یک جان نیست، جان آقای زید، آقای عمرو، تقی نقی، بلکه علیکم انفسکم همه مسلمانان، همه هم دین ها و هم کیش هایتون را لازم بگیرید و همه انسان ها را شما لازم گرفتید، وظیفه‌تون را انجام دادید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى الله مرجعکم، فقط به سوی الله جای رجوع شما. فینبئکم بما کنتم تعملون، الله شما را خبر میده به آنچه که شما عمل کردید. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت. اینجا خداوند عزوجل دستور دیگر صادر می‌فرماید که خلاصه این است که هرگاه شما به مسافرت رفتید و اونجا گواه دیگر نبود، کسی را مرگ و زمان مرگ فرا رسید، مالش را به دست حتی غیر خودی ها، مثلا اهل کتاب یهود نصارا اونجا بودند، امانت بدید، ولی گواه اونجا 2 نفر را به عنوان گواه تعیین کنید. 2 نفر را به عنوان گواه تعیین. ببینید از ظاهر اینجور معلوم میشه که این آیه هیچ مناسبتی با ما قبل و ما بعد ندارد، چون در ما قبل بحث تحریمات الله بود. بحث چی بود؟ تحریمات الله یا شرک فعلی. ولی حضرت شیخ رحمه الله میفرماید این مناسبت دارد. در این آیه هم بحث توحید هست. چطور؟ چون اینجا بحث قسم دادن غیر خودی ها هست، یعنی کفار، اهل کتاب. خداوند میفرماید که مسئله توحید اینقدر مهم هست که حتی اونها را اگر قسم میدهید، اون مسیحی به عیسی قسمش نده، یهودی را به عزیر قسم نده، فیقسمان بالله، اونها را قسم به چی بدید؟ به خدا بدهید. پس مناسبتش معلوم شد نه؟ بحث محرمات هست، بحث شرک فعلی، شرک فی التصرف هست. من اقسم بغیر الله فقط اشرک. خب شأن نزول آیه را خدمت شما عرض کنم که یکی از مسلمانان سفر تجاری رفته بود، یکی از صحابه، و اونجا کالاهایی خریداری کردند، یا از شام بود یا از روم، کالاهایی خریداری کردند، اجناسی خریداری کردند.
خب از اونجا می خریدن اینجا می آوردن می فروختند و این اجناس خودش را وقتی که میخواست بیاورد 2 تا رفیق داشت، هر 2 رفیقش مسیحی بودند. وقتی میخواستن برگردند مریض شد، این صحابی این مسلمان چیشو مریض شد و چنان مریض شد که احساس کرد مرگش فرا رسیده. لذا هر چی که خریداری کرده بود یک لیستی نوشت برای ورثه‌اش که من این وسایل را خریداری کردم و این لیست را در وسط و در میان وسایل خودش گذاشت. و بعد از اون وقتی که مرض شدت یافت به اون 2 تا همسفر مسیحیش گفت که این وسایل را به ورثه من در مکه مکرمه یا در مدینه طیبه شما تحویل بدهید که به اونها بگویید که من مردم و از این دنیا رفتم. بعد از اینکه وفات کرد اونها آوردن در میان این وسایل یک جام بود، یک جام بسیار ارزشمند که زرکوب بود با زر یا با نقره و بسیار ارزشمند و گران قیمت. این مسیحیان خیانت کردند، اینهایی که امین بودند خیانت کردند، این جام را برداشتن برای خودشون و بقیه را بردند تحویل دادند. اونجا ورثه وقتی که نگاه کردن در مدینه بود، ورثه وقتی که نگاه کردن دیدند که از این لیست یک قلمش کمه، یک جام هست که ارزشمند هست، تعریفش کرده چنان جامی هست اینجا وجود ندارد. پس اونها مراجعه کردن به این 2 نفر، اینا گفتن با ما نیست، شکایت کردن محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب بر اساس دستور شرعی باید مدعی گواه بیاورد، ولی این ورثه از اون جایی که گواه نداشتند باید 2 تا مسیحی قسم میخوردند. اونها را به نام خدا و به خدا قسم دادند که ما خیانت نکردیم، با ما نیست. بعد از اینکه قسم خوردند دیگه داستان تمام شد و رفتن برای خودشون، تبرئه شدند. بعد از مدتی در بازار مکه اینها همون جام را دیدند، جامی که تعریف شده بود در اون نامه، مشخصاتی که بود، اون جام را دیدند، مشکوک شدند. گفتن این را شما از کی گرفتید؟ به اون کسی که صاحب جام بود. 2 نفر مسیحی را نام برد، گفت 2 نفر هستن فلان و فلان، از اون 2 نفر گرفتیم. اینجا اینها آمدند دوباره ادعا کردند خدمت رسول الله و مشخص شد که اینها خیانت کردند. یا رسول الله اینها خیانت کردند. و وقتی که اونها دوباره در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله آورده شد، اکنون مسیحیان به خاطر اینکه تکذیب نشن، ملامت نشن، یک ادعای دروغینی گفتن این جام مال ماست، ادعا کردن اینا ما خودمون خریدیم. خب به اونها گفتند که شما که خریدی الان شما مدعی هستید، شما گواه بیاورید. اونها گواه نداشتند. خب باید ورثه قسم میخوردند. ورثه که اونجا نبودن، بر چی قسم میخورند؟ قسم بر علم. قسم بر چی؟ بر علم. رضا رسول الله اونها را قسم داد، قسم خوردن که ما خبر نداریم، ما علم نداریم که اینها این جام را خریده باشند. وقتی که این قسم را خوردند، جام برگشت و به ورثه اون مرحوم رسید. لذا الله عزوجل با توجه به این جریان میفرماید شما 2 نفر گواه بگیرید تا اینکه با این مخمسه و این مشکل گرفتار نشید. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، شهادت بینکم، بر شما لازم هست که شهادت بین شما باشد، بین هم دیگر گواه بگیرید. اذا حضر احدکم الموت،
وقتی که کسی از شما را مرگ می آید و مرگ حاضر میشه. حین الوصیت اثنان، اذا حضر مبدل منه است، حین الوصیه بدل است. وقتی که مرگ میاد یعنی وقت وصیت. وقت وصیت گواه بگیرید. اثنان ذوا عدل منکم، دو نفر گواه عادل از خودتان، یا از خودتان یعنی مسلمانان. مسلمان اگر اونجا نبود، او آخران من غیرکم، یا دو نفر از غیرتان یعنی دو نفر غیر دین، مسیحی یهودی. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر شما سفر کردید در زمین، یعنی اگر شما مسافرت کردید، ضرب فی الارض مسافرت را میگن. خب در اینجا در حضر در دار الاسلام مسلمان فراوانه، ولی امکان داره در مسافرت در دار کفر اونجا مسلمان کمتر گیر بیاد. کسی میره مثلا از مسکو جنس میگیره، از آمریکا جنس میگیره، اونجا شاید کمتر گیرش بیاد. لذا او آخران من غیرکم، دو نفر دیگه بغیر از شما یعنی مسلمانان. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر شما در زمین رفتید، فاصابتکم مصیبت الموت، اگر به شما رسید مصیبت موت، شما این گواهی ها را بگیرید. اما وقتی که شما گواه نداشتید و اونها قسم میخوردند، تحبسونهما من بعد الصلاة، این تغلیظ در قسم است. بعد از نماز وقت خاصی هست، بعد از نماز عصر مراد است. بعد از نماز عصر اونطوری که در حدیث آمده، دو گروه از ملائکه گواهی میدهند. دو گروه از ملائکه، چون شیفت عوض میشه، ملائکه شیفت شب میاند و شیفت روز میروند. اینها در این زمان هر دو حاضر هستند. لذا وقتی که انسان این اعتقاد و باور را داشته باشه، میترسه، خلاف نمیگوید. تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله، قسم بخورند به خدا. ان ارتبتم، اگر شما مسلمانان بر اونها شک داشتید، قسم بخورند که لا نشتری به ثمنا قلیلا، لا نشتری به ثمنا، ما در مقابل این قسم پولی دریافت نمی کنیم. ولو کان ذا قربا، گرچه اون مقسم له از خویشاوندان ما باشد، ما برای او قسم بنا حق نمی خوریم. ولا نکتم شهادت الله، و شهادتی که خدا به دوش ما گذاشته او را هم کتمان نمی کنیم. اگر این کار را بکنیم، انا اذا لمن الآثمین، ما از گناهکاران خواهیم بود. این اعتراف را بگیرند و این قسم را از اونها بگیرند. خب قسم خوردن، تبرئه شدن، رفتند. فان عثر یعنی اطلع، اگر اطلاع حاصل شد، علی انهم استحقا اسما، بر اینکه آنها مستحق چی شدند؟ گناه شدند. یعنی به دروغ قسم خوردند، به دروغ قسم خوردند. فآخران یقومان، دو نفر دیگه قائم بشند، بایستند مقامهما، به جای اونها. الان قسم عوض میشه، اونا شدن مدعی، این دو نفر دیگه میشن چی؟ مدعی. این دو نفر اکنون قسم بخورند. من الذین استحق علیهم الاولیان، از اونهایی که استحق علیهم ای ثبت الضرر علیهم، اونهایی که قبلا ضرر کردند، مال باخته هستند، مال از دست دادن به خاطر قسم دروغین اون مسیحیان. الاولیان، خب شاید 10 تا وارث بودند. مراد از اولیان کی هست؟ اونهایی که نزدیکتر به مرحوم هستند، مثلا 2 تا فرزند بزرگترش. همه ورثه 10 تا ورثه را که قسم نمیدن. 2 نفر قسم بخورند. من الذین استحق علیهم الاولیان، اونهایی که استحق علیهم یعنی از ضرر علیهم، الاولیان نزدیکتر هستند به وارث. چی قسم بخورند؟ فیقسمان بالله، قسم بخورند لشهادتنا احق من شهادتهما، گواهی ما از گواهی آنها حقدارتر است، یعنی درستتر است. یعنی ما اون چی که میگیم درست. و ما اعتدینا، ما تعدی نکردیم، ظلم نکردیم. انا اذا لمن الظالمین، اگر ما ظلم و تعدی بکنیم، ما در این هنگام از چی میشیم؟ از ظالمیان میشیم. الله میفرماید اگر این قسم را بخورن، ذالک ادنا ان یأتوا بالشهاده، این موجب میشه که
هر کسی شهادت را علی وجهها بیاره، یعنی گواهی درست بده. ذالک ادنا ای اقرب ان یأتوا بالشهاده، شهادت بدند شاهدان علی وجهها، به وجه اصلیش. او یخافوا، یا اینکه بترسند که فردا مسئله برعکس بشه، گواهی ما رد نشه یا قسمشان. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم، که یک قسم دیگه بیاید جایگزین قسم اونها بشه و این قسم دوم قسم اونها را رد کند. چنانچه در این حادثه همین اتفاق افتاد. فردا وقتی که جام پیدا شد، مسیحیان ادعا کردن اینها مال ماست، گواه نداشتن، قسم برگشت به چی؟ به ورثه. چون ما ضابطه داریم که البینة علی الیمین البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. بینه بر مدعی هست. در اولین صورت مدعی کی بود؟ ورثه بود. ورثه گفت این یک جامی هست به دست اینها نمیدن. خب گواه کجای گواه نداشتن. منکر کی بودند؟ اونها بودند، اونها را قسم دادند. اما در صورت دوم نه، اونها مدعی بودند. اونها گفتن ما جام را خریداری کردیم. و منکر اینجا کیه؟ ورثه هستن. میگه نه خیر، این خریداری نکرده، این مال متوفای ماست، تو لیست هم هست، اینه که اول انکار کردم، ما ادعا هم کردیم، لذا الان یمین بر منکر هست. لذا الله می فرماید این نزدیکتر است به این که شهادت را علی وجهها بیارن، یا بترسن که قسمشون بعد از قسم دیگه چی میشه؟ رد میشه، فاقد اعتبار میشه. اما خداوند عزوجل در پایان این داستان و این حکم از احکام خودش باز هم تقوا را پیشنهاد میکند. این نسخه عمل است. واتقوا الله چیه؟ نسخه عمل. اگر میخواهید به احکام خدا شما عمل بکنید، از خدا بترسید. تقوا وقتی که در وجود انسان باشد، انسان بر دیگری ظلم نمی کند، حق دیگری را پایمال نمی کند. واتقوا الله، از الله بترسید. واسمعوا، گوش کنید دستور خدا را، اطاعت کنید. اون چی که خدا گفته به حق خودتون قانع و راضی باشید و یقینا بدانید و باور کنید والله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند قوم فاسقین را هدایت نمی فرماید. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين